درود عزیزانم، روزگارتون برکام و شادکامی مهمان همیشگی قلب‌های پرمهرتون باشه. موضوع ویدئوی امروز در رابطه با چگونگی نفوذ کلام در دیگران هست. اصلا ما باید چه کار بکنیم برای اینکه بتونیم در دیگران نفوذ کلام داشته باشیم؟ به لحاظ روانشناختی یکی از مهارت‌های بسیار قشنگ و عالی و جذابی که باعث میشه ما در دیگران نفوذ داشته باشیم، چه به لحاظ کلامی که واقعاً معجزه کلام رو حتما همه بهش آگاه هستیم و چه به لحاظ ارتباط قلبی، روانی و عاطفی برقرار کردن با دیگران میتونه بسیار به استحکام و دوام روابط ما و تاثیرگذاری متقابلش کمک کنه. ما میتونیم به عنوان آدم‌هایی که با کلاممون معجزه میکنیم میتونیم در روابطمون احساسات خوبی رو به همدیگه انتقال بدیم. یکی از اون فاکتورهایی که بسیار بهمون کمک میکنه تا روابط خوبی رو با دوستانمون، با هم نوعمون و با یار عاطفیمون برقرار کنیم و البته که کمک کنیم به خودمون تا اعتماد به نفسمون بره بالا، یادگیری مهارت‌های ارتباطی است. چه کار کنیم تا قدرت جذب بالایی داشته باشیم در روابطمون؟ اولین کاری که به نظر میرسه باید یاد بگیریم در مهارت‌های ارتباطی این هست که صداقت در رفتارمون، در کلاممون و در گفتارمون داشته باشیم. این فاکتور بسیار مهمیه برای اینکه دیگران رو جذب کنیم، برای اینکه دیگران به ما اعتماد کنن و با ما رابطه مشخص و مفیدی رو برقرار کنن. دومین فاکتوری که باید توی روابطمون در نظر بگیریم این هست که هر آدمی یک کتابی به همراه خودش داره. به نظرم بهتر هست که از درس‌های زندگی دیگران، از تجربه‌های دیگران حتما سوالاتی داشته باشیم. هرچه سوالات بیشتری از آدم‌ها بپرسیم، توجه اونا رو بیشتر به خودمون جلب می‌کنیم. آدم‌ها علاقه‌مندن به کسانی که نسبت به زندگی، سرنوشت و تجربه ها و داستان های زندگیشون گوش شنوایی هستن و اهمیت میدن. حتی گاهی اگر صحبت های مخاطبمون رو فراموش کردیم و متوجه بخش یا بخش های از صحبت های مخاطبمون نشدیم، میتونیم از آخرین قسمت صحبت هاش سوال هایی بپرسیم به طرز کاملا نامحسوس تا مخاطب ما از ما دلخور نشه و احساس نکنه که ما به حرفش گوش نکردیم. گاهی اوقات چیزایی برای ما باید خیلی اهمیت داشته باشه، مثل جزئیات رو در نظر گرفتن اما مختصر و مفید صحبت کردن. سعی کنیم ضمن اینکه مختصر و مفید صحبت میکنیم اما به جزئیات توجه زیادی داشته باشیم، با جزئیات صحبت کنیم و دقت کنیم که اطلاعاتی که در اختیار مخاطبمون میگذاریم اطلاعاتی باشه که برای او هم جذاب باشه. متکلم وحده نباشیم، طوری رابطه رو شکل ندیم که مخاطبمون اصلا فرصتی برای حرف زدن نداشته باشه. به نظر خیلی جذاب نمیایم اگر مدام وسط کلام دیگران بپریم و اجازه ندیم دیگران حرف بزنن، نظر بدن، سوالی بپرسن یا حتی پیشنهادی بدن بهمون. این فضا، این فرصت رو برای اطرافیانمون ایجاد کنیم که این تعامل یک تعامل دو طرفه باشه، نه یک صحبت یک طرفه خسته کننده. گاهی اوقات بد نیست که از مخاطبمون تعریف و تمجید هم به عمل بیاریم. نفوذ کلام، ارتباط برقرار کردن با دیگران و تعریف و تمجید بجا و درست و به موقع کردن از دیگران یکی از راه‌های نفوذ در قلب دیگران هست. نفوذ کلام چیست؟ نفوذ کلام نیرویی است که به ما کمک میکنه تا تأثیرات مهمی رو روی دیگران به جا بگذاریم. تأثیراتی که در ذهن و روانشون برای همیشه باقی میمونه، از لبخندی که به لب ماست تا رفتارهای درست و زبان بدنی که تماماً عشق و آرامش هست. انتقال دهنده خوبی میتونه باشه برای برقراری یک ارتباط زیبا و درست. موضوع دیگه این هست که بهتر ما در روابطمون مانند آینه رفتار کنیم. نقش آینه در رابطه ها چیست؟ وقتی من شکل آینه برای دوستم و برای یارم باشم،
این آینه باید واقعا آینه وار رفتار کنه. نقش آینه چیه؟ ما رو همون چیزی که هستیم نشون میده. آینه بدون اینکه چین و چروک اضافی یا بدون اینکه خال اضافی روی صورت ما به وجود بیاره، انعکاس و تجلی وجود ما رو در واقع به مخاطبمون نشون میده. همون چه که هستیم، هر آن چه که هستیم، خوب، بد، زشت، زیبا، هر چه که هست همون رو نشون میده به مخاطب. پس بیاید یاد بگیریم که آینه‌وار رفتار کنیم و آینه‌وار زندگی کنیم. رفتارهایی که با دوستانمون داریم، با مخاطبمون داریم، برای اینکه جذبش بکنه، قشنگترینش اینه که مثل آینه دوستمون رو، پارتنرمون رو، یارمون رو، مخاطبمون رو همون طوری که هست نشون بدیم، بدون اینکه مجیزگوییش رو بکنیم، بدون تعریف و تمجید اضافه. همون چیزی که هست رو با تمام نکات مثبت و منفیش و حسن خلقی که داره میتونیم بهش انتقال بدیم. میتونیم وقتی ازمون سوال میکنه که تو منو چطور آدمی میبینی، به راحتی، به سادگی و صادقانه بهش بگیم که من تو رو چطور آدمی میبینم. هر اون چه که از ذهنمون میگذره رو و از قلبمون تجلی پیدا میکنه رو میتونیم به راحتی بهش انتقال بدیم. مطمئن باشید که اینطوری جذابیتمون 100 چندان میشه. موضوع دیگه این هست که ما میتونیم آدمای مثبت اندیشی باشیم. چنانچه آدمای مثبت اندیشی باشیم، در قلب دیگران به راحتی نفوذ میکنیم. به جای اینکه مدام غر بزنیم، به جای اینکه منفی اندیشی بکنیم و نگاتیو حرف بزنیم و نگاتیو فکر بکنیم، بهتر به اینه که یاد بگیریم چطوری آدمای مثبت اندیشی باشیم و این انتقال دهنده های انرژی رو تبدیل به نیروهای بسیار شاد و پرنشاط و مثبتی بکنیم. و وقتی به سمت مخاطبمون روانشون میکنیم، چیزی جز خوبی، نیکی و عشق نباشه درونش. در این زمینه میتونید مکالمه لذت بخش و دوست داشتنی رو در کنار عزیزانتون و دوستانتون داشته باشید و اثرات مفید اون رو ببینید و لذت ببرید. خوشحالم که امروز با ویدئوهای دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان بودم. امیدوارم روزگارتون برکام و شاد باشه.